سلام و درود. امروز میخوام درباره تفاوت دو آمینو اسید محبوب یعنی L-کارنیتین و L-آرژینین صحبت کنم و ببینم هر کدوم چه تأثیری روی بدن دارن. پس تا ادامه این ویدیو همراه من باشید. L-کارنیتین بیشتر به عنوان مکملی برای افزایش انرژی و چربی سوزی شناخته شده. کار اصلیش انتقال اسیدهای چرب به داخل سلول هاست تا در اونجا به عنوان سوخت استفاده بشن. به همین دلیل L-کارنیتین برای افرادی که هدفشون کاهش وزن یا افزایش انرژی در تمرینات استقامتیه میتونه خیلی مفید باشه. از طرف دیگه L-آرژینین بیشتر روی بهبود جریان خون و افزایش تولید نیتریک اسید در بدن تاثیر میذاره. نیتریک اسید باعث گشاد شدن رگ‌ها میشه که این فرآیند میتونه اکسیژن رسانی به عضلات رو بهبود بده و افزایش توان استقامتی در حین تمرین رو براتون به همراه داشته باشه. L-آرژینین به خاطر این خاصیتش محبوبیتی زیادی بین بدنسازها و کسایی که دنبال افزایش پمپاژ خون و بهبود عملکرد ورزشی هستن داره. در نتیجه اگه هدفتون افزایش چربی سوزی و انرژی بدنیه، L-کارنیتین ممکنه گزینه مناسبی براتون باشه. ولی اگه دنبال افزایش خونرسانی، استقامت و قدرت عضلانی هستین، L-آرژینین گزینه بهتریه. در این حال خیلی از ورزشکارها از ترکیب این دو استفاده میکنن تا به نتیجه کاملتری برسن. امیدوارم این محتوا براتون مفید بوده باشه.